دادگاه شاهمنصور شهری دوشنبه پرونده جنایی دلبر گرگوه همسری امانالله نوروف یکی از یاران عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان را قطع کرد. قبلا گرگوه بر اساس ماده 164 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی مانع شدن به تحصیل حتمی اساسی متهم شده برایش تا 2 سال زندان یا پرداختی از 4 تا 5000 سومانی جریمه تهدید میکرد. نه برای سود می‌ندارم که اینا دلای مرا قطع کردن. مثال من خواهش دارم که این معلمان دیگه پول مکتب نگن، فرزندای ما با سال دیگه با سری بلند برای مکتبشون بخونن. در دادگاه ناحیه شاهمنصور گفتند قطعی پرونده دلبر گرگوه در پی تغییر یافتنی وضع و دوباره به تحصیل جلب شدن فرزندان او گرفته شده است. بحثی مقامات با دلبر گرگوه بعد یک صحبت ویدیویی او در رسانه‌ها در ماه مارس سال جاری آغاز یافت که گفته بود فرزندانش را به یتیمخانه‌ها سپردن است اما یگان یتیمخانه آنها را قبول نمی‌کند. او گفته بود بعد بازداشت شوهرش امانالله نوروف زندگی سخت و سنگین دارد و به دلیل نداشتن پول از عهده تأمین و تحصیل فرزندان نمی‌براید. برای پول مکتب میومد میگه بچه‌م معلم پول مکتب میگه من میگفتم بچه‌م ندارم و فرزندم لباسش میپوشید میرفت در پشت مکتب میایستاده درس نمی‌درآمد که معلم مرا پول مکتب میگه بچه‌م مرا پول مکتب نداد. من شرایط نداشتم پول مکتب بدم. شوهر من ترماد اینا شوهر من 23 سال حکم داد اینا 23 سال محکم شد اینا 23 سال ما فرزندم مثلا نه به پدر چه تربیت کنم. دلبر گرگوه مادری 5 فرزند نابالغ حالا دیگر نیتی به یتیمخانه بردن فرزندانش را ندارد و میگوید تلاش میکند فرزندانش از مکتب دور نمانند. فقط او میخواهد در این کار مکتب و آموزگاران هم تا به آخر برایش کمک کنند و وضع او را خوب درک نمایند. وضعیت اون بچهای ما روسیه وقتی که من اینترنت گپ زدم بچه‌ها دیدم دلشون سوخت مرا یاردم کردن. مثلا من فرزندام من مثلا خوراندم پوشاندم پاپشی خریدم مثال نگاهشون کردم. خیلی با اصلا آدمایی که با مثال چیا فرزندای ما رو با نمیپرتیان نگاه میکنن. در روز آخری مرافعه دادگاهی هم به دلبر گرگوه تاکید شد که از این به بعد به هیچ وجه نگذارد که فرزندانش از تحصیل دور مانند. با او گفته شد در صورت ایجاد شدن مشکلی از جانب آموزگاران یا مکتب او باید با مراجعت به مسئولین معارف برای حق فرزندان خود تلاش کند.